عرض سلام و ادب خدمت همه شما همدیوران هموطنان عزیز و گرامی قدرم. امیدوارم صحت و سلامت باشید هر کجایی که حضور دارید. هموطنان عزیز و گرامی، امروز هم طوری که عنوان برنامه را میبینید راجع به مهاجرت مهنتی و اخراج مهاجران مهنتی از کشور فدراسیون روسیه صحبت خواهیم کرد و من یادآور میشم که 2 هفته 3 هفته پیش ما در همین موضوع صحبت داشتیم و بازم ادامه همون موضوع که بعد از مشکلات زیادی که برای مهاجران در این طول چند هفته اخیر اومد، علاوه خصوص روزهای گذشته، هفته گذشته واقعا اخبارهای خیلی زیادی نشر شد راجع به مشکلات مهاجرت مهنتی و این چنین درخواستی سفارت تاجیکستان در فدراسیون روسیه از مهاجران مهنتی که از سفر خود به فدراسیون روسیه خودداری کنند و دهها مشکلات های دیگری برای این مهاجران مهنتی، این مردم اذیت کشیده تاجیکستان و میان آمد که ما باز هم روی این منبر آمدیم و راجع به این موضوع مهم صحبت کردیم. همدیاران عزیز و گرامی قدرم، زیادی از برادران و خواهران در نوارهای قبلی زیر نظریات نوشتن که شما فقط موضوع مهاجرت مهنتی رو میبینید و این مشکلات رو یعنی باید حرف نزنید و مهاجران مهنتی خودشون مشکلات خودشون حل میکنن. دوستان گرامی، باید یک چیز درک کنیم که و درجم کنیم که ما و شما خودمون مهاجری مهنتی هستیم و ما در خارج کشور سالها داریم و کار فعالیت و زندگی میکنیم و جزء این مهاجران به شمار میریم و اگر که امروز حرف هم میزنیم از حق خود ما هم هست و بر اساس همین وقتی برنامه ها رو ما راجع به مهاجرا که انجام میدیم این جزء این مهاجرا ما هم هستیم و اگر اینجا یک مهاجر اذیت میکشد، یک مهاجر اسمش پس کرده میشود، ابرو و حیثیتش پایان برده میشود، بدونید که به ما هم تعلق دارد و مخصوصا شخص بنده که از سال 2008 این جونیب در خارج کشور قرار دارم، هر مشکلاتی بلو یک مهاجر میاد مشکلاتی من هم هست و من حقی دارم که در موضوع مهاجرت مهنتی صحبت‌های طولانی تری داشته باشم و از حقوق این مردم بیشتر دفاع کنم، زیرا اذیت و درد این مردم رو من بیشتر میفهمم از کسی که در بین اینها نیست، در اطراف اینها نیست. وقتی که یک درد رو یک انسان دستش بریده می شود، یک جا می افتد، پاش می شکند و یا اینکه یک جراحیش میکنند به یک عملیات، اون درد و حس رو خودش احساس میکند، نه کسی که از اطراف میآید و او رو درد میکند. و ما وقتی که مهاجر مهنتی هستیم این مشکلات رو درک میکنیم، در پوست خودمون احساس میکنیم. شما فکر کنید که وقتی که میروید در یک جمعیت یا یک منطقه سفر میکنید و میبینید که مردم با شما برخورد بدی میکنند. من یک روز در ماشین یک مشتری را گرفتم، سفر میکردم با یک طرف. وقتی که مشتری پرسید شما از کجا هستین، اهل کدوم کشور هستین، وقتی که من اسم تاجیکستان را گرفتم واقعا یک احساسی خطر کرد. گفت که از حرف زدن موند. بعد من پرسیدم که چه مشکل شده است و موضوع کراکو سیتی مسکو برداشت که یعنی تاجیکستان. یعنی فکر کنید در یک کشور اروپایی که فدراسیون روسیه دورتر از اینوست، وقتی که شما با یک انسان صحبت میشوید موضوع همون حمله تروریستی که اسم تاجیک در اوج کشیده شده است اون موضوع با میون میآید. از همین خاطر دوستان و برادران عزیز و گرامی قدر ببینید که وقتی ما میگیم هر حادثه که رخ میدهد به ما و خود و دیگه هم وطن ما تعلق دارد، واقعا ربط دارد و تعلق دارد و این را باید درک کنیم و مورد این صحبت کنیم و کاری کنیم که برنامه‌ریزی درست کنیم آینده چونین کارها صورت نگیرد که آبرو و شأن شرف یک مهاجر تاجیکستان پس زده بشود. بر اساس همین وقتی که میگیم که حق ماست، ما میتوانیم در این موضوع صحبت کنیم، لطفا حق ما رو دورتر نکنین از این، ما را از مهاجران دور نکنیم، چون ما خودمون مهاجر هستیم. هر کسی که در خارج کشور چی تجارت میکند، چی مسائل سیاسی، پناهندگی سیاسی است و ده دیگر، این مهاجر است و مهاجر مهنتی کار میکند و لطمه و ضربه هر یک مهاجری که در همین جمعیت بی اندیشگی میکند و کار خراب میکند لطمش به همه ما و شما میرسه. ولی یک چیز دیگر باید ببینیم در اینجا یادداشت کنیم که دوستان و هموطنان عزیز، طوری چند سالهای اخیر واقعا مهاجران مهنتی تاجیکستان در فدراسیون روسیه به سرپرستند. یعنی سرپرست واقعی که از حق اینها دفاع میکنند موجود نیست. ما سرپرستای از جانب خود مردم این مهاجران مهنتی پیدا کردیم، پیدا شدن به مانند کرامت شریف
اون همطوری که در نوار قبلی من ذکر کردم اینها پیدا شدن و سرپرست مهاجران مدتی طولانی اگر نبود خدمتشون کردن، ولی خودی همین حکومت نگذاشت که اینها خدمتی برای ما و شما بکنن. یعنی اینو نگذاشتن و ایلوا برای اینها رو دپارتاسیون کردن و یکیش دزد و بالاخره یکیش از دنیا گذشت، دیگرش در پشت زندان است. اما سرپرست اصلی که حاکمیت کشور که خودش جزء انتخاب این مردم میداند، شما خوب دقت کنید، حاکمیت تاجیکستان که با سردار امامعلی رحمان‌الفضل جزء این ملت و انتخاب کننده این ملت را میشمارد. اون حاکمیت با سرپرست امامعلی رحمان‌الفضل باید سرپرست همه شما باشد، همه مهاجران باشد، همه ما و شما باشد. وقتی که حاکمیتی که ادعاهای سرپرستی میکند، ادعاهای انتخابی میکند، چگونه از حق ما و شما دفاع نمیکند؟ چگونه سرپرستی نمیکند؟ سرپرست کی رو میگویند؟ شما یک بار با زبان خودتان همین طرح بگویید که سرپرستی یک ملت کسی است که در شأن او قرار میگیرد، حاکمیت او را به دست میگیرد. یک بار باز کنید پاسپورت های خود را، شهادتنامه های خود را باز کنید، پشت همون را بخوانید. در قانون اساسی ما آمده است پاسپورت های خودتان را باز کنید. پاسپورت های قدیمی تاجیکی در همون بالا، الان فکر کنم این نوشته نشده باشه چون الکترونیک شده است، ولی پاسپورت های پلاستیکی شده است. ببخشید، پاسپورت های قبلیتون را باز کنید. در همونجا قانون اساسی درج کرده شده است که هر شهروند تاجیکستان که در خارج و داخل زیر نظارت حاکمیت قرار میگیرد و دولت موظف است از او حمایت بکند. اما امروز حالت مهاجر تاجیک در چی وضع قرار دارد؟ یک بار بیاید به فدراسیون روسیه سفر کنید و ببینید که در همین بازار لوبلینا و صدوات، یک بار برید در وضع تاجیکا را در بازار لوبلینا و صدوات ببینید، باور کنید شرم میکنید از تاجیک بودن خودتان. در بدترین حالت قرار دارد. ما با اکای کرامت شریفوف در یک ساختمانی رفتیم که در زیر زمین همین به اصطلاح زبان روسی پدول میگن، تاجیکا در پدول زیر زمین همون آشغالا زندگی میکردن یا به اصطلاح روسی در مابین موسر زندگی میکرد. تاجیک تا این درجه را وضع قرار حالت بد کردن آوردن رسوندن. یک تاجیکی با سرپرست در چنین حالت قرار نمیگیرد. ترکیه یک کشوری هست که مهاجر مهنتی به تمام کشورهای اروپا و به همین روسیه روان میکند، ولی وقتی که یک کشور یک مهاجر روان میکند، اول برنامه میریزد، میرود با او کشور گفتگو میکند، میگه که من برای ساختمان سازی این همین ساختمان شرطنامه میبندم، این همین ساختمان رو برای تو میسازم و 10,000 مهاجر در همین ساختمان لازم است، از کشور خودش میگیرد 100,000 یا 10,000 مهاجر میارد. اول برنامه ریزی میکند که بیاید خودش برای مهاجر خودش معاش تعیین کند، جای خواب تعیین کند، اسناد تعیین کند و کسی حق نداشته باشد و مهاجر مهنتی او دخالت کند. وقتی ما میگیم که مهاجر مهنتی تاجیک زیاد است، میگن همه کشور مهاجر دارند، ولی مهاجر اون کشور فرق میکنه نظر به مهاجر کشوری ما. مهاجر کشور آمریکایی در تمام دولت‌های عربی هستند. معاش همون که مهاجرای مهنتی دولت‌های عربی آمریکا را ببینید در دولت‌های عربی. یک تاجیک میرد در دولت عربی $200 میگیرد، ولی یک آمریکایی در دولت عربی 5,000 یورو 5,000 دلار میگیرد معاشش. فرقیتش در کجا است؟ چرا یک مهاجر مهنتی از آمریکا 10,000 دلار بگیرد، یک مهاجر در دولت عربی 10,000 دلار بگیرد، ولی یک تاجیک 200-300 دلار کار کند؟ فرقیت مهاجر مهنتی را میدونید در کجاست؟ این وضعیت را تا اینجا شما آوردید رسانید. این کسانی که به اسم سرپرست خودتان را میگیرید، انتخاب کننده این ملت خودتان را میگیرید. هر روز یک احاطه این ملت کرده می شود. هفته گذشته در فرودگاه‌های شهر مسکو تاجیکان به مانندی یک برچه گوسفند، یک لمه گوسفند بر این جمع کرده شدن و اون لمه گوسفند بر این جمع کرده شدن و آنها نگاه داشته میشن، برایشان غذا داده نمی شود. تاجیک، یک مهاجر مهنتی تاجیک میگه که وقتی غذا میارن اسم میگیرن در اونجا که غذا برای فلانی، اسم یک تاجیک در اونجا گرفته نمیشود. یک غذایی که از داخل فرودگاه میخری پولش میدونی چقدر گران است؟ ما مجبوریم که بریم از پولی ناداشته که نداریم از همون مغازه فرق از این طرف اون طرف قرض کنیم، پول روان کنیم که بریم از رستوران داخلی فرودگاه غذا بخریم بخوریم.
ساعتها در داخل فرودگاه خواه میروند، برایشان اجازت ورود به فدراسیون روسیه نمیتین. حتی 30 و چند شهروند تاجیکستان که بار اول به فدراسیون روسیه سفر کردند برایشان اجازت ورود به مسکو رو، به شهر فدراسیون روسیه رو، به شهر مسکو رو. یکیش باز میگوید که ما سببش رو میپرسیم، میگن چهره شما برای این کشور مناسب نیست. وقتی که یک کشور چهره رو بیاره، چگونه باید به کشور سفر کنیم؟ چگونه باید برای اون کار کنیم؟ اینجا جا دارد که یاد کنیم، یک چیز درج کنیم که 201 دیویزیا یک نهاد حربی فدراسیون روسیه در تاجیکستان است. یک کشوری خود صاحب استقرار و استقلال باید چکار کند؟ باید این 201 دیویزیا را بیرون از کشورش بکند و یا اینه که مجبور کند فدراسیون روسیه رو که برای هر یک سربازی که در داخل وطن ما در تاجیکستان قرار دارد، یک مهاجر مهنتی باید در فدراسیون روسیه یا 10 مهاجر مهنتی ما در فدراسیون روسیه باید بپیسکه به یگان چه باید زندگی کند. وقتی که دیپلمات ما نداریم، حال مهاجر مهنتی جا میرسد. 201 دیویزیا گم میخورد در تاجیکستان. چیکار میکند وقتی مهاجر مهنتی در فدراسیون روسیه عذاب میکشد؟ چرا کشورهای دیگر وقت امریکا در لهستان، در آلمان، در هر جا وقتی یک نهاد نظامیش را میموند، در عوض چقدر مبلغ پرداخت میکند؟ چرا 201 دیویزیا در تاجیکستان یک اندازه پول پرداخت نمیکند؟ چرا اونها باید به پول در مملکت ما و شما قرار بگیرند؟ باید مهنتی ما در فدراسیون روسیه پول پرداخت کند، با زیر اذیت همین فاشیستان قرار بگیرد؟ ناموس و همین وجدان و ناموس مردم ما در کجا قرار گرفته است؟ ای حکومت داران ابله و احمق، یک بار نظر کنید به همین مهاجران مهنتی. امروز روز آن رسیده است که باید گفت و شنید را برای 201 دیویزیاش آغاز کنید. از این روز ما برنامه میکشیم برای بیرون کردن این 201 دیویزیا از تاجیکستان. هر روز در هر برنامه راجع این تا زمانی که شما مجبور شید 10 مهاجر مهنتی در روسیه به پول در عوض یک سرباز روسیه باید در تاجیکستان قرار بگیرن برای گفته شنید کنین. تا کی باید مهاجر مهنتی عذاب بکشد؟ کی آبی اونا باید از بین برده شود؟ تا کی اونها باید زندان کرده شوند؟ تا کی پول اونها باید خورده شود؟ باید سفر کنند، مصرف کنند، بیا برش بگردونن برن در تاجیکستان که 1000 معاش براش 1000 سومانی معاش میدی، 10 سال دیگه کار کنه که اون پولی قرضی که از بانک گرفته است برای فدراسیون روسیه سفر کرده و بر بگرداند. آبروی مهاجر را کی حفظ میکند؟ آبروی تاجیک را کی حفظ میکند؟ ده ها سرپرست این ملت رو برده زندان کردید. امروز زندانهای تاجیکستان را آزاد کنید، هزارها کلید، هزارها انجینر، هزارها مهندس همه به میان میآید که این وطنی ما را آباد و آزاد میکند، میسازد این کشور را. زد سیدوف آزاد کنید، وزیر پیشینی صنعت که 10 ساختمان را در تاجیکستان ساخت، 10,000 شهروند تاجیکستان را به جای کار تامین میکرد. امرای قوت را کشتید، رئیس شرکت فراز رو که امروز دامادی تو از پول اون میخورد، تمام تاجیکستان رو غارت کرد از حیوان. شرکتی او را گرفتید به نام چمکی کردید، 10,000 نفر حاج امرای قوت مرحوم جای کار میداد، تامین میکرد. امید 88 را تاجری موفقی را که شرکتی تجاری نفتی داشت چیکارش کردید؟ به هزارها بهانه برده زندانش کردید. یک بار برای هم درهای پنجرهای زندان رو باز کنه، یک بار مرزا رو برای این فرزندانی که در خارج کشور از ظلم شما فرار کردن در رو باز بگذاره. بیا باور کنید این وطن رو گل شگوفان میکنن، این وطن رو برای خانه تاجیک مقدسش تاجیک هیچ وقت فرار نمیکند از وطن خود. هر روز از روزهای فاشیست یک تاجیک کشته می شود، یک تاجیک ضربه خورده می شود، مادری تاجیک در شکمش ضربه می خورد. شما در خانه که ما اقتصاد نداریم، بره استعفا بده وقتی توانایی ندارید. امروز یاد گرفتن با همین مهاجران مهنتی که در فدراسیون روسیه
به زحمت تلاش خود پول پیدا کردن، امروز تاجر شدن، اونها را مجبور داره که باید در داخل وطن مکتب بساز، در راه بساز، یا ساختمان بساز، یا این کارا بکن. باز همین مهاجران مهنتی پول جمع میکنن در دهات خودشون. چیکار میکنن؟ دهات میسازن، مکتب میسازن. هفته قبل برای ما خبر رسید که به اسم تاجرها در داخل دهات ها در تاجیکستان پول جمع میکنند. از اسم یک تاجر کار میکنند، گویا که مکتب میسازن، گویا که راه میسازن، ولی این همین ساکنان این همین دهات رو، کسانی که در فدراسیون روسیه قرار دارن مهاجرن، مجبورشون میکنن که پول جمع کنن. 1000 سومون، 10000 سومون، 700 سومون، 500 سومون برای پرزیدنت اومدن، برای فلان اومدن. باید پول جمع کنی، چیکار کنی؟ برای به اینا رو بدی. تو اینه که یک مکتب بسازن، یک چی بسازن. دولت، حکومت کجا را نگاه میکنه آخی؟ برای چی همین دولت، برای چی همین حکومت لازم است آخی؟ ما درباره خطرهای تاجیکستان صحبت کردیم که سبب از بین رفتن همین ولایت مختار کوهستان بدخشان از امارت بخارا این سیستم امیر بخارا بود. باعث کش که همین مردم با فدرال با حکومت پادشاهی روسیه نامه بنویسن که بیا ما رو از ظلم خلاص کن. اونا آمدن اینا رو چیکار کردن؟ جز سرزمینی خودشون کردن. همین مگر تکرار شونده نیست دیگه روخی؟ دولت دیگه زیر یک حکومت دیگه قرار بگیرد، 100 سال 200 سال دیگه با زیر ظلم و ستم یک حکومت دیگه قرار بگیریم. در اونجا زبانی دیگر باشه بالای سرمون، فرهنگ دیگر باید بالای سرمون باشد، دینی دیگر باید بالای سرمون باشد. همین را منتظر هستیم. تاجیک چند مرتبه مجبور شد بس کند، چند مرتبه مجبور شد ملت و هویت و زبانش را تغییر بدهد. آقا این بسنده نیست آخه برای ما و شما. از سال 1928 تا 1938 دو مرتبه همین این قدر بازاردن رساندن. کجا را ما نگاه، کجا را برای چی شما در اونجا شیشته؟ برید استعفا بدید آخه. با والله قسم من به شما، به این حضور شما در همین حکومت میشرمم، شرم میکنم. آخه سواد نداره چی در اونجا میشینید؟ توانایی نداره چی در اونجا میشینید؟ اداره کردن نمیتونه چی در اونجا میشینید؟ آخه وقتی از دست یک کار نمیاد بگون نمیآید آخه تمام بره آخه. نمیاد از دستم تمام، من توانایی این کار ندارم، بره آخه. شایسته این کار نیستم آخه. وقتی که همین آب طرف بالا نمیرود دیگر آخه. آخه طولی 30 سال نتونسته تا حکومت کرده بسپاره دیگر آخه. نمیتونه تمام دیگر آخه. آخه این طور نمیشود که آخه. این قدر ذلت آوردن ملت تاجیک را رساندن آخه این قدر بی‌ناموسی بد نشود دیگر آخه. بیایید یک بار ما همین سفارت بدبخت یک وبسایت یک سامانه ندارد، حتی یک سامانه مجازی معلوماتی برای مردم روسیه مهاجران مهنتی که 2 میلیون ندارد. در یک فیسبوک یک گروه شدگی در همون گروه فیسبوکی فقط یک بار مینویسد که از مهاجران مهنتی من خواهش میکنم که به روسیه سفر نکنند، از سفر خودداری کنند، زیرا نظارت سخت‌تر شده است در فرودگاه ها در مرزهای فدراسیون روسیه. نما اون چیزی را که تو می‌نویسی در کی گوش میکند؟ کو رادیوی مهاجران مهنتی، کو تلویزیونی برای مهاجران مهنتی، کو نهاد وبسایت جایی که در اونجا مردم معلومات بگیرن. آخر شما همین گونه وقتی ته در بدترین کشور از این کشور وارد میشه، سفارتاش وبسایت داره، جای معلومات دهی داره، میدرای اخبار راجع هر قضیه میخونی. در کوتاه‌ترین فرصت در تمام تلویزیون ها نشر میکنن. بازم معلوماتی که در وبسایت همون سفارت نشر میشود برای شهرونداشون در تلویزیون ها نشر میکنن. ولی شما چیکار کردید؟ بیایید یک بار همین وبسایت سفارت ما و شما نظر کنید. ببینید من یک بار همین رزیل ها را برای شما چیاش از سفارتشون نشان میدیم. این سفارت فدراسیون جمهوری تاجیکستان در
همطور که شما میبینید این یک ما میدونیم وبسایت این همطور که شما من برای شما نشان داده است وبسایت بیاین این وبسایت رو باز کنیم شما میبینید راستکی میدروید در وزارت کارهای خارجه ببینید این یگون معلومات فقط یگانه جایی که اینو معلومات نشر کردن بیا یک بار ببینیم فیسبوک من یک بار همین فیسبوک رو به سمت شما برسونم دوستان شما میبینید دوستان در فیسبوک همطوری که شما میبینید فقط در اینجا در یک معلومات خیلی کوتاه به زبان روسی نوشتن من این را بزرگتر کنم فقط نوشتن که ما مشورت میتیم با شهروندان فدراسیون جمهوری تاجیکستان که فدراسیون روسیه سفر نکنن و از سفر خودداری کنن با سببهای اونه که در مرزها نظارت یا اینکه کنترل بیشتر شده است این است حالت مهاجر و حالت همون سرپرسته که شما میگویید سرپرست شما این همی کارو میکنن شما دیدید وقتی که ما میگیم که هموطنان عزیز هم دیاران عزیز و گرامی قدرم بیایید بر بگردیم به تاجیکستان چرا ما باید امروز این ذلت رو بپذیریم بر بگردیم بریم داخل وطن بیایید برای ما جای کار تامین کنید چرا ما باید چوب بشیم بر جنگ اوکراین از جانب فدراسیون روسیه روان کرده شیم چرا باید ما چوب بشیم که در داخل همین وطن همچون درمون توف کنن با زندگی کنیم چرا بر بگردیم بیایید بریم وطن در اونجا بستیم برامون جای خیر آقای میشد کو بیای یک بار از رادیوی آزادی وضعیتی مهاجران مهنتی رو در فدراسیون روسیه در داخل فرودگاه ها میبینیم و این را گوش میکنیم و بعد صحبت ادامه میدیم میبینیم که مهاجران مهنتی در چه حالت قرار دارند پلیس روسیه ادعا دارد که متهمان به قانون شکنی از آخر سال گذشته تا ماه ایون امسال برای قانونی کردن حضور 500 شهروند خارجی مساعدت کردند. عین زمان در خوابگاه‌های مهاجران هم عملیات گسترده ادامه دارد. هفته گذشته ماموران پلیس در چارچوب تحقیق یک پرونده جنایی بیش از 400 مهاجرات در یک خوابگاه مسکو بازداشت کردند. با اطلاع کمیته تفتیشات مسکو در این مؤسسه 439 شهروند خارجی حضور داشتند. همه آنها برای تفتیش به شعبه پلیس انتقال دادند. این نوار را کاربران رادیوی آزادی از یک خوابگاه دیگر فرستادند. مصاحبان ما میگویند که نیروهای انتظامی ساعت 4 صبح به خوابگاه آمده همه را تا ساعت 2 نصف روزی در فرش خنک و شکم خواباندند. اگر کسی سر بالا میکرد بیرحمانه میزدند. به گفته همصحبتان ما حجتهای همه مهاجران درست بود. نظامیان بعد از تفتیش لباس و اشیای ساکنان خوابگاه را تگرو کرده و پولهایشان را گرفتند. به ماموریت خوابگاه امر داده شده است که این مؤسسه را بسته مهاجران را بیرون کنند. سفارت تاجیکستان در مسکو روز 10 سپتامبر به شهروندان جمهوری توصیه داد که از سفر به روسیه خودداری کنند. این اظهارات در حال نشر شد که هفته‌های اخیر راه ندادن مهاجران تاجیک به روسیه و اخراج آنها از این کشور بیشتر شده است. عملیات به ضد مهاجران و مهاجرستیزی در روسیه بعد از ماه مارس پس از حمله مرگبار تروریستی به تالار کنسرتی کراکوس اوج گرفت. مقامات روسیه در این حادثه اکثرا شهروندان تاجیکستان را متهم می‌کنند. حمله‌ای که شبهه و گمان درباره دست داشتن تاجیکان در آن زیاد است. خب دوستان همونطور که شما دیدید وضعیت مهاجران تاجیکی را در خوابگاه‌های فدراسیون روسیه و شما می‌بینید که مهاجران مهنتی تاجیکستان هر روزی از جانب فاشیستانی حاکمیت فدراسیون روسیه مورد ظلم و از آزار قرار میگیرند و
حتی اومدن چند نفری که در این خوابگاه زندگی میکردن اونها را دستگیر کردن، به شکم خوابوندن، پول و مالشون را گرفتن و از این خوابگاه بیرون شو کردن و علاوه بر این به صاحب خوابگاه دستور دادن که از این خوابگاه چکار کن، همه این مهاجران رو بیرون کن. این وضعیتی است که بالای مهاجران مهنتی به میان میاد، در حالی که اینها هر ماه 5000 سوم پتن میسپرن، پول خوابگاه میسپرن، مالیات جای کار میسپرن، علاوه بر این بازم پراپیسکا میکنن، یعنی به قیدگیری در فدراسیون روسیه پول میسپرن. شما اگر فکر کنید یک مهاجر مهنتی مثلا 80000 تا 100000 روبل معاش بگیرد یا یکی 70000 روبل، همه زیاده از 40 تا 50000 فقط برای مصرفی در داخل اقتصاد فدراسیون روسیه مصرف کرده می شود. شما وقتی اقتصاد رو بدونید، اقتصاد چطور میچرخد، درک میکنید که یک فایز خیلی خرد معاش مهاجران مهنتی تاجیکستان و تاجیکستان می رود. بالاترین پولش در همین فدراسیون روسیه در داخل اقتصادی همین کشور میچرخد. ببینید این مهاجر مهنتی برای جای کار وقتی که می رود پتن میسپرد، در پتن سپورش برای خدمات همون کنترلی پاسپورتدهی فدراسیون روسیه جای کار تامین میکنند. خب برای کسانی که در خوابگاه زندگی میکند جای کار تامین میکند که چیکار میکند؟ خوابگاه دا پول پرداخت میکند. برای کسانی که خوابگاه برای اونها پول پرداخت میکند، اداره مالیات اونها پول تامین میکنه. یعنی معاش مهاجر چگونه به اقتصاد میچرخد. کارمندان اون نهاد پاسپورتی در مالیات میسپرند، اونها اداره مالیات معاش اینا رو میتین. علاوه بر این پراپیسکا میکند، کسی که در فمس ششتگی است این میرود در اوجا پول میدهد، صاحب خانه را پول میدهد برای پراپیسکا کردن، بازم تامین فدراسیون. وقتی که ما حساب کنیم باور کنید چند برابر همین مهاجر مهنتی بکار همین روسای فاشیستی را چیکار میکند؟ بکار تامین میکند، بعد یک فایز خیلی خوب را به تاجیکستان را آورد میکند. در تاجیکستان از همون فایز خورد کارگر بانک از مبلغ همین جای کار تامین میشود. خب خانواده اینها از خورد و خوراک تامین میشود. خانواده اونها پول در مغازه مصرف میکنند. مغازه چیکار میکند؟ پول میگیرد، یعنی جای کار تامین میشود. مغازه مالیات میسپرد، اداره مالیات از پول همین مهاجر مهنتی به کار تامین کرده میشود. یعنی اگر ما حساب کنیم یک مهاجر مهنتی در دو کشور زحمت میکشد که تشکم دم را به جای کار تامین کند. تو اینجا میای در ساختمان عذاب میکشی، شب و روز خواب نمیری تا یک شکمدم دیگر چی در اداره کاری فدراسیون روسیه چی در تاجیکستان در اداره دولتی بشیند برایت نقشه بکشد که چگونه پلیترا بو بدزدد. امروزها بازم بانک های تاجیکستان مبلغ فیس یا اینکه همون مالیات رو جاری کردن که از حساب هر یک شهروندی که پول روان میکنی 50-60 میشن میگیرن، در حالی که این چیز نباید وجود داشته باشه. کارت بانکی حق پول گرفتن از حساب شما رو ندارد، باید این کاملا به پول باشد، ولی در تاجیکستان میگیرن. یعنی هر روز همین کسانی که از حساب شما ما پول میگیرن جای کار تامین شدن، اونها چیکار میکنن؟ باز برنامه نقشه میکشن چگونه پشت ما و شما ضربه بزنن. این فاشیستا همین پلیس ها یک از سبب‌هایی که اینا به کار امروز تأمیناً همین مالیات سپریده همین مهاجران مهنتی است، از پول پتنت همین مهاجران است. وگرنه این قدر مهاجری، این قدر پلیس نظارتی در قد کوچه‌های مسکو چیکار میکنند؟ همین جلب کردن این قدر ملیسه در شهر مسکو یا در دیگر شهرهای بزرگ فدراسیون روسیه که مهاجران رو دستگیر کنن، رید بگذرونن، برای چی است؟ به خاطر به نظم در آوردن و مهاجران مهنتی پول پرداخت میکنن که در اونجا زندگی میکنن. یعنی همین پلیس ها معاششون از حساب همین مهاجران مهنتی است، از حساب اینمی پتن سپریدن شما، از حسابی که شما در جای کارتون کار میکنند اون صاحبگری کار شما مالیات میسپارد. وقتی که این چیزها رو ما و شما به نظر نمیگیریم، فکر میکنیم که نه ما فقط کار کردیم به خاطر خودمان.
ما کار کردیم که 4 تا شکمدن بیناموس به وجدان زندگی خوب کنه. ما و شما در ذلت قرار بگیریم. برادران بیاید تحلیل کنید وضعیت رو که این همین پولی که من کار میکنم در همین شرکت کجا میرود؟ همین پولی که من پتن میسپرم چرا میسپرم همین پتن نهلت حقوقی؟ آخه چرا یک نیروی درس روسی در تاجیکستان در دست یکم دیویزیا خورده خواب برود در سرزمین ما و شما با بالای دخترای ما و شما زوراوری کند، ولی یک مهاجر مهنتی تاجیکستان در فدراسیون روسیه باید برای زندگیش پول پرداخت کند، باید باز از جانب همین پلیس همین کشور چیکار کند؟ ضربه زده شود، پولش گرفته شود. آخه بیاید یک بار بررسی کنیم، تحلیل کنیم. آخه این طور نمی شود کو. برادران و خواهران عزیز گرامی، ما اینجا میشینیم، موضوع هدف ما نیست که ما فقط حرف میزنیم، حرفای ما همینجا یک طرف پرتوخته شود. ما میخوایم در اینجا فکر سازی کنیم برای ملت خودمون، فکر بتیم، اندیشه بتیم. شما باید تحلیل کرده بتوانید، حالت بررسی کرده بتوانید، وضعیت 20 ساله آینده را باید با حالت عینی حال موجود است بدونید که اقتصاد 20 سال پس در چه حالت قرار میگیرد، وضع اجتماعی 20 سال پس در چه حالت قرار میگیرد. اینا باید وابسته به شرایطی که در گذشته در تاریخ چید باید آینده را ما پیش بینی کنیم، وگرنه ما زندگی کرده نمیتوانیم. وقتی که 10 سال پیش ما همین 11 سال یا 12 سال پیش بدروید صحبت‌های حاجی مرحل قوت فرا خداوند رحمتش کنه از او راضی باشد، صحبتاش یه بار گوش کنید. حرفای میگفت که امروز در جامعه عملی شده ایستادیان، حرفای میگفت که هر روز همون را ما در پوست خودمون احساس میکنیم. 10 سال پیش یا که 11 سال 12 سال پیش تاجیک قدر خورزار نبود. همین حاجی مرحل خداوند رحمتش کنه وقتی که از تاجیکستان بیرون اومد و وقتی که با مهاجران کار را شروع کرد، دعوت شروع کرد، حرفاش بود رو یک تا گوش کنید، خوب دقت کنید که چی حرف میزند. همین روزه وضعیت ما را او زمان پیشگویی میکرد، چون حالت مهاجر میفهمید که 10 سال بعد حالت به کجا میآید. دهات کارشناس، دهات حقوقدان، دهات جامعه شناس در کنارش حضور داشتن و اونا برای او فکر میدادن، دین علم میدادن تا اونه که او بتونه برای شما برسونه وضعیت که 10 سال پس در چه حالت قرار میگیری اگر امروز انقلاب نکنی. ما وقتی که میگیم برادران باندیشید، شما وقتی که فدراسیون روسیه میایید شما با 10 نفر جای کار تامین میکنید، با کارگر فرودگاه، با اون پیلوتی که میپرد، با کارگر هواپیماها، با شرکت های هواپیما. شما میدونید که با ترانسپورت، با مشروطه ها، با اون ماشین های تاکسی، اتوبوس ها، با همه اینا شما کار تامین میکنید، با مترو. آیا شما فکر میکنید که یک کارگر مترو از پول 10 مهاجر یا 100 مهاجر تاجیکستانی جای کار تامین کرده می شود؟ 100 مهاجر تاجیک از تاجیکستان به روسیه پرواز میکند، 2 شرکتی کار کننده، یک شرکتی هواپیما از شرکت از معاش شما جای کار تامین می شود. یک نفری که در فرودگاه میشینه شما رو در همون پیچتی پاسپورت و مهر میزند از پول شما به جای کار تامین کرده می شود. اون رو پوتین معاش نمیتید. پوتین و اموال رحمانوف از کجا پول دارن اگر که پول ما و شما که نباشه؟ اون پول از جیبه که ما و شماست. وقتی که ما میگیم که بیای برادرها اقتصادتون حساب کنید چگونه مصرف میکنید، میگه که ما پول روان کردیم خونمون زندگی دارد همین است. اون پول شما مصرف دارد، اون پول شما که به دست میاره 10 کس دیگر شما به جای کار تامین میکنید. حتی اون مدیره که یک برگادیره که هست شما را 10 نفر 15 نفر که داره میکنه پول معاش همون از حساب شماست. شما کار نکنید اون برگادیر نخواهد بود. برای همین باید ما با هر کسی که وابسته به ما هست از ما پول میگیرد باید او را بفهمونیم که خودت امج شیشتگی ابله، امج شیشتگی معاش از جیب ماست. درک شناسته از علم، از دانش، از آگاهی بالا ببر تا اینه که حق یک جا رفته حرف زده حرف منطقی باشه، یک از حرف درک کنه، درک کنه، بفهمه. دوخه این طور نمیشه. دوخه
برای همین همدیاران عزیز، هموطنان گرامی، من از همه شما خواهش میکنم که در هر وضعیت، در هر اتفاقی که در جامعه ما میافتد، لطفاً وضعیت را بررسی کنید، بسنجید، ببینید، بیاموزید و بعداً خلاصه برآوری کنید. یک باران نروید خودتون را در یگان چاه بزنید. عین حال این من از این منبر برای شما مشورت میتیم، همدیاران عزیز، هموطنان، برادران و خواهران عزیز و گرامی، مادران، پدران، بزرگواران، بر بگردید به وطن خود، به تاجیکستان، بر بگردید، سیله بروید، بر بگردید به وطن. همین طوری که گفتن در مدت 6 ماه اخیر 43 تا 50,000 مهاجر مهنتی اخراج، دپارتاسیون مجبوری اخراج کرده شده است فدرات روسیه. همین گونه 50,000 نه 100,000 بر بگردید، بروید به وطن. در وطن رحمان و ما جای کار نداریم. به والله قسم در داخل وطن جای کار پیدا می شود. وقتی شما برمیگردید مجبور شد که همون شکمایی که قدم کرده خراب کنن برای شما جای کار تامین کنن. مطمئن باشید که اگر برگشتید در وطن جای کار پیدا می شود و مجبورم بسازن برای شما و راه دیگری ندارن. به خاطر چی؟ به خاطر که از قدرت از دست میتین، یا اینکه قدرت از دست میتین، یا اینکه برای شما جای کار تامین کنن. راه سوم وجود ندارد. باور کنید راه سوم وجود ندارد، چون مردم از گرسنگی میان همون رحمانوف هم میخرن. اگر به میون بیاید رحمانوف این چیزا میفهمد، میداند. اخی وقتی ما میگیم همین رحمانو میداند، میفهمد، همین چیزا شما درک کنید که وقتی برگشتید شما رو با جای کار تامین کنید. اگر نکردن شما از قدرت بیرونشون میکنین. اخی راه سوم نیست. اخی دیگه ای برادر، راه سوم نیست. یا برمیگردی وطنتون میسازی، یا اینه که هیچ کار میکنی نمی رحمانوف از بین میره، بعد این باره این وطن اختت میسازی. حاکمیت این با میون میاد. راه سوم نیست. راه سوم اینه عین حال شما رفته ایستادید. اخی اینا در ذلت، در بدبختی، در بیناموسی، در این رذالت قرار داری و خوشبختی که در فدراسیون روسیه امروز من موی سرم میزنم، روز آزادم، اینترنت دارم، تلفن دارم، یا ماشین تایپ پوم است. اخی خیلی عروس ارز دارم. اخی میگردم اینمی من رکتم، من مش میزنم. ای از دست هیچ نمیاد. ای بچه، یک فرزند زیبا و قد بلندی که در سرتراش خونه کار میکرد، در این کروکو سیتی تهمت کردن، بردن زندانش کردن، هیچ کس همون خلاص کردن نمیتوند. پدر با 3 فرزندش که بیچاره ماشینش فروخته است خودش نمیدوند، بردن در اون تهمت کردن در کروکو سیتی. میگه من فقط ماشین فروختم، من چیزی نمیدونم، بردن در اونجا زندانش کردن. هیچ کس از شما دفاع نمیکنه. ای نوشگری هم مشزن توف برای میخیریم مشزن. شما من دیگر نمیدونم که با شما چی بگویم. ای هموطنی عزیز، بیایید خوری و ذلت رو کنار بگذاریم. همدیاران عزیز، همینطور در رادیوی آزادی باز هم نوار دیگری نشر شد. من را به سمت شما میرسونم. در این را با هم من نمیخونمش چون نوارم داره. در نوار روزنامه برام بخونه، ولی پایان طریق میبینید موجود است و من کوشش میکنم که این نوار را به سمت شما برسونم و شما نوار را گوش کنید و اگر که لازمه شاید این باره جایهای نافهمش برای شما دوباره تکراری میمونم و یا اینکه میخونم و با هم گوش میکنیم ببینیم که در این نوار مهاجران مهنتی در چه حالت قرار دارند. ما اومدیم از ساعت 9 سر و ساعت 1 شب شدگیه در اینجا نام که من کدگیمونم 12 ساعت زیاد گذشت و سرم نمیتیم نمیزگرم. این مهاجر تاجیک با مهاجران پیام میدهد که به روسیه نآیند، چون میگوید او به اساس از درآمدن به کشور محروم کرده. و میگوید روز 6 سپتامبر بخشش برادرم شب بلندتر کنم. کدگیمونم 12 ساعت زیاد گذشت و سرم نمیتیم نمیزگرم. این مهاجر تاجیک با مهاجران پیام میدهد که به روسیه نآیند، چون میگوید او به از درآمدن به کشور محروم کرده میشوند. و میگوید روز 6 سپتامبر با چندین مهاجر دیگری هموطنش از فرودگاه شریمتو در مسکو دیپورت کرده شدهاند و گفتش روز 3 سپتامبر از الماتو به مسکو پرواز کرده است. در فرودگاه شریمتو
او و دیگر تاجیکانی را که از باختر و دوشنبه آمده بودند نگذاشتند به مسکو درآیند. ما 23 نفر شهروندی توجیکستان بودیم. به یگان سبب ما را با شهر مسکو راه ندادند. 15 نفر از شهر قرغان بود. یکم باره که مقصد به مسکو آمدیم با یگان شروع نروشت کردگیم نبودند، هموارم گردوندند. از صبح دکومنت از ما 100% بود، پتنت همه چیزمان قانونی بود. یک راه ندادن без یگان چیز. ما سبب شو پرسیدیم، همین خیلی گپ گفتن тому که ваше лицо не подходит на нашу сторону и больше ничего не сказали нам. به قول همصحبت من که نخواست نامور شود، آنها را 3 شبانه روز در فرودگاه نگاه داشتند و بعد به همون شهرهای برگرداندند که از آن پرواز کرده بودند و او میگوید شرایط خورد و خواب هم در فرودگاه بد بود. یک میلیسه اومد، در دستش یک ورق از همون تدام برایت به آنها خوراک میدهد. خوراکات به نهایت قیمتاً در درون. همین قدر میدونم که نام یگان توجیک در همون ورق نبود. در استالی که تو میشینی در همونجا اگر خواب کنی خواب میکنی. در اون به نهایت خنکه کروبلستوتشنی کندیسانیروی در اون کار میکنند. در میان مهاجرانی که به روسیه راه ندادند، شهروندان از کشورهای دیگر آسیای مرکزی نیز بودند. در اینجا ازبک ها و قرقیز ها هم بودن. بیشتر ازبک ها همراه ما توجیکان همه را دیپورت کردن. چند پیش نیز در همین فرودگاه شریمیتو 10 مهاجر از آسیای مرکزی درمانده بودند. در فرودگاه ونوکو هم وضع چنین است. مهاجران میگویند آنها را نمیگذارند به روسیه درآیند. بسیاری آنها شهروندان پاکستانی بودند. ما غریبا аэропорт ونوکو در قرار داریم. دویم سوتکه که شبانه روزی. بازداشت و دیپورت ها در فرودگاه های منطقوی روسیه هم دیده. در فرودگاه سوچی 12 مهاجر تاجیک درمانده بودند و در میان آنها ورزشکار تاجیک رمضان جمعیف بود که مقامات روسیه پس از سنجیدن حجت‌هایش به این کشور راه نداده اند. این حقیقتی برادرای تو حالی ما همینجا خواب جای خوابمون هم خیلی سیتواسیمون هم خیلی در این مومنت. از محمد جان کبیرов کارشناس. یک لحظه دوستان عزیز، من همین صحبت شما ببینید گرامی، این ورزشکار میخواست برود برای اشتراک در اگر اشتباه نکنم گرند سلام بود، نمیفهمم کدوم نهاد ورزشی بود که در اونجا باید میرفت رقابت میکرد و برای این ورزش، برای این کاری ساحه ورزشی سفر کرده بود. حتی با ورزشکاری ما اجازت ندادن که به فدراسیون روسیه سفر کند. ببینید با ورزشکاری ما اجازت ندادن. وقتی که ما ویزا نداریم باید تو دقیقاً بدونی که چه مشکلی داری که نمیمونن سفر کنی و شاید در فدراسیون روسیه چه قانونی رو ویران کرده باشی و یا اینکه دپارتاسیون کرده باشن. اما این ورزشکار در داخل وطن توجیکستان هم تا که دربارش معلومات بیشتر هم نشر شده بود، قبلا خوانده بودم من، با فدراسیون روسیه سفر میکند برای اشتراک در یک جای ورزشی و ولی ایراد کار میکنن، اخراج میکنند و حالات گرد اطرافش را نشان میدهد و میگوید که مرا اجازه ندارد. این آخری کار است. ببینید آخری کار تو این جای مادر رسیده است که حتی نه تنها یک روز دیگر اگر اشتباه نکنم یک سراینده توجیک و صنعتکار توجیک بود که او را به فدراسیون روسیه راه نداده بودند. ببینید حالا ورزشکار، صنعتکار و تاجر یک نفرای کلیدی و مهمی در جامعه به شمار می روند که اونها با لباس‌های باز هم بهتر، خوبتر و سطح مالیشون در سطح بالاتر قرار دارد. اونها باید وقتی سفر میکنن وضعیتشون بهتر نظر به دیگران باشه، نظر که به کسانی که به یک کشور به کار میره تو اونجا وضعیت فرق میکنه چون تو پولی اونجا را میره میگیری. اما وقتی که یک مهاجر، وقتی که یک تاجر با او کشور میرود و یا اینکه یک صنعتکار به او کشور میرود و یا اینکه یک ورزشکار به یک کشور دیگر میرود، او پول میبرد به اونجا، هم مهمانخانه میگیرد هم جا میگیرد برای کنسرت گذراندن یا که اشتراک کردن در این طرف. یعنی این نفر پول به خودش میبرد برای مصرفش. این برای اقتصاد اون کشور فایده میارد. وقتی که یک ورزشکار ما را در چنین سطح قبول میکنن و راه نمیتین به کشور فدراسیون روسیه، این آخرین فاشیستکاری
در فدراسیون روسیه است که نسبت تاجیکان صورت میگیرد. حالا هر ارتباطی که با حکومت تاجیکستان حکومت روسیه داشته باشد برای ما فرق نمیکنه باشد. اگر که نمیخواد ویزا کنید و هر ویزا میتید برود، نمیتید نرود. وقتی که به اونجا میرود در این قدر ذلت اونها را قرار ندهید. یعنی اگر که نمیخواهید تاجیکا چهرهشون براتون خوش نمیآید، معقول نیست و میل دیدن چهره تاجیکان رو ندارید، بگیرید ویزا کنید برای تاجیکان، برای تاجیکستان ویزا کنید. و شما را هیچ کس سری راهتون نگرفته است، کشور خودتون است، بگیرید ویزا کنید. از این پس هر شهروند تاجیکستان فدراسیون روسیه میاد ویزا داشته باشد. چی مشکلی داره آخه؟ بگیرید ویزا کنید دیگه، 201 ویزا را بیرون کنید، ما را برای شما ویزا میکنیم، شما را بیاید ویزا، ما را بریم ویزا. تمام. اگر این قول باشد بیاید این طور کار کنیم. اوخه وقتی که دیپلماتی ما میگیم در تاجیکستان وجود ندارد، حکومتداران ما دیپلماتی دقیق ندارند، این یک ورزشکاری میآید برای رفتن کریر ورزشیش سری را برداشته میشه و اجازه داده نمیشه. میدونید چقدر لطمه میزنه با کریر ورزشی یک انسان، یک کسی که ورزشکار است. شما تمرین میکنید، آماده میشید، تمام پولا رو مصرف میکنید، باید برید در فلان جا اشتراک کنید با امیدی که جای یکم دوم سه رو میگن که برای من پول میدهن، ولی وقتی که میره در اونجا چیکار میکنن؟ اجازه نمیدن که با کشور اون طرفی که در اونجا باید اشتراک کنی اجازه بدن وارد شی. و این کریر سیاسی این قدر مصرف تمام از سرت میمونه، برمیگردی با گردن کج با کشور خود. برادران، وقتی ما میگیم دیپلماتیا نیست، کادر در حکومت امروزه رحمان وجود ندارد، موجود نیست، این همین است. چرا ما همین پرای کار، همین وضعیتی کار نمیبینیم که چرا حالت مهاجر مهنتی تاجیکستان تو این درجه رو میان میرسد؟ چرا حالت سفری رفت آمدی بین تاجیکستان و روسیه تو این درجه رو میان میرسد؟ چرا صنعتکار ما سفر کردن نمیتوند؟ چرا تاجر ما رحیم غربی را دپارتاسیون میکنند؟ چرا ورزشکاری ما وارد فدراسیون روسیه شدن نمیتواند؟ برادران، دیپلمات وقتی وجود داشته باشد، وقتی که کادر وجود داشته باشد، اون کادر میاد در سر میز میشیند و دستش رو میزند و نمیگذارد که همین رحمان چیکار کند، حالت به اینجا بیارد رساند. نمیگذارد. شما میفهمید این رو؟ نمیگذارد. او میآید میشینه میگه به سر هر یک سربازی که در تاجیکستان قرار دارد 10 مهاجر باید در فدراسیون روسیه به پل زندگی کند. 10 مهاجر. همین را میفهمید شما یا نمیفهمید؟ یک دیپلمات، یک کادر گفتگو میکند. نه چه دولت اول قدرت فرقی ندارد. تو اومدید یک نهادی محاربتی در وطن ما گذاشتی حربیته، برای این باید تو برای ما پول پرداخت کنی. پرداخت نمیکنی بگی بردار برو دیگه روخی. ما خودمون از خودمون دفاع میکنیم. این از حالتی کادر و دیپلماتی تاجیک، این از حالت کادرسازی امروزه حکومت رحمانوف با اینجا رسانیدن وضعیتی مهاجران و مردم تاجیکستان. این حقیقتی برادرای تاجیک، حالی ما همینجا خواب، جای خوابمان هم خیلی در این مومنت. از مجان کبیر کارشناس آید به مسئله های مهاجرت در اروپا پرسیدم چرا این موج رید و تفتیش و دیپورت ها کم نمی شوند؟ بهتر شده ایستاده اند. متاسفانه نه تنها حمله کروکوس که سبب‌های دیگرش این ناتوانی حکومت تاجیکستان به خاطر اینکه اینها از شهروندان تاجیکستان از اول هرگز حمایت نکردند و روسیه هم به خود اجازه میدهد که مثلا هر گونه که خواهد با شهروندان تاجیکستان رید و تفتیش و دیپورت ها کم نمی شوند بلکه سخت‌تر شده ایستاده اند. متاسفانه نه تنها حمله کروکوس بلکه سبب‌های دیگرش این ناتوانی حکومت تاجیکستان به خاطر اینکه اینها از شهروندان تاجیکستان از اول هرگز حمایت نکردند و روسیه هم به خود اجازه میدهد که مثلا هر گونه که خواهد با شهروندان تاجیکستان برخورد بکند.
و اندیشه کبیروف سبب دیگر این جنگ اوکراین است که اقتصاد روسیه را سست کرده است. از این خاطر میگوید او با فشار آوردن میخواهند که موج مهاجران کم شود، شاید جای کار بیشتر برای مردم محلی پیدا شود. مسئله دیگر را نیز باید به نظر گرفت که این مسئله کمبود سربازان برای جنگ است، میگوید او. همچنین روسیه میخواد از طریق فشارها شرایط آلترناتیوی پیشنهاد کنه. یعنی اگر شما میخواهید در روسیه کار زندگی داشته باشید، پس مثلا قرارداد سربازی امضا کنید و به جنگ اوکراین بروید. و نهایتا یک نوع انتقام روسیه از کشورهای صدر شوروی، چون انتظار دارد که با جنگ روسیه علیه اوکراین داشته باشند و کمک کنند روسیه را. و هرچند که این کشورها در دور زدن تحریم‌ها و روسیه کمک کردند، اما روسیه توقع بیشتری از این کشورهای صدر شوروی و خصوصا تاجیکستان و ازبکستان دارد. طبق آمار رسمی در روسیه نزدیک به 1 میلیون شهروندان تاجیکستان کار و زندگی می کنند. آنها از افزودن تفتیش و دیپورت و حمله ها و سخت‌تر شدن قانون های مهاجرتی در روسیه شکایت می کنند. وزارت کار و مهنت تاجیکستان می گوید در نیمه اول سال روان 17,000 شهروندان تاجیکستان از روسیه بیرون کرده شده اند. پشتیبانان حقوق انسان می گویند روسیه با دامن زدن به مسئله مهاجران تلاش دارد که افکار مردم را داخلی و جنگ در اوکراین دورتر برد. خب دوستان و هموطنان عزیز، همونطوری که شما نظارت کردید و گوش کردید، مهاجران مهنتی تاجیکستان واقعا وضعیتشون در فدراسیون روسیه در حال بدتر شدن رفته ایستاده است، یعنی بدتر می شود هر روز. و دیدید که در سفارت در فرودگاه مهاجران مهنتی تاجیکستان در خود همون جایهایی که خوابن و برایشان غذا نمیتین، نوشابه نمیتین و این وضعیت همینطور بدتر می شود. چندین حرفای وجود دارد که من نسبت اونها حرف خواهم زد، خصوصا چیزی که محمد جان در اینجا ذکر کردن. همونطور که دیدید فدراسیون روسیه، یعنی برنامه قبلی ما را بر تماشا کنید، 1 ساعت است، 1.5 ساعت است. در برنامه قبلی من راجع به همین موضوع که فشار بیشتری نظامیان فدراسیون روسیه و پلیس اون کشور به خاطر آن است که باید تو راضی شوی برای اشتراک در جنگ اوکراین. این حرفی امروزه من نیست. شما برنامه فکر پیش بود یا که 3 هفته پیش بود برنامه من تماشا کنید. در همون برنامه من این نقطه رو آشکار گفتم و سختم گفتم که برادرها، همین فشارها سبب اصلیش به خاطر پیدا کردن سرباز بیشتر و جلب کردن بیشتر مردم به جنگ در اوکراین است. وقتی که میبینن که افریقایی‌ها وقتی که میآیند به خاطر پل آماده‌اند که برای در جنگ اوجا چیکار کنن، جان فدایی کنن، برای در جنگ اشتراک کنن. امروز میبینید که فدراسیون روسیه از افریقا سرباز میارد، اونها برای پل آماده‌اند، برای جنگ مردن دیگه. ولی وقتی که میبیند تاجیک آماده است و بالاش فشار میارد تا اینی که آماده شد برای در جنگ اشتراک کنن. بیشتری فشارها برای خاطر است. فشار دیمش، سبب دیمش همون برنامه ما را تماشا کنید، در اون برنامه از این چیزام ذکر کردم. سبب دیمش این است که تو امروز امامعلی رحمانوف طرفی معین را انتخاب نکرده است، اگرچه پشت پرده با حکومت فدراسیون روسیه هست، در شکی نیست. و همونطوری که میبینیم در گرفتن سرباز هزارها تاجیک امروز در جنگ فدراسیون روسیه در اوکراین می جنگن از طرف رحمانوف. یگان قانون قبول نمیکند و انکار نمیکند. این خودش نشان میدهد که رحمانوف در پشت فدراسیون روسیه هست، ولی اشکار بیان نمیکند این چیز رو و از روسیه طرفداری نمیکند، چیزی که روسیه را واقعا خشمگین کرده است و بر اساس همین فشار میارد. رحمانوف هم براش اجازه داده است که هر کاری میکنی کردن بگی، فقط مرا در همین سیاست جهانی، بازی جهانی نکش که دیگر مرا اروپا تحریم میکند، پولایی که در بانک شویتزاریا دارم زیر سوال میروند و من اون پول را دیگر باز پس گرفتن نمیتوانم و هزارها اولادی من امروز در پول دارن، در فرانسه خانه و در دارن، شیخ اینجا در و درآمد دارن و اینها را از دست ما میگیرن. و همین خاطر بیا ما را به بازی نکش، چون پول ما از ملت تاجیکستان بالاتر است، مال من از اینها بالاتر است، مرا اذیت نکو. من نمیدونم، همین پشت پرده در قطار هستم، ولی این همین اعظمی ملت من هر طور که میکنی ظلم میکنی بگی بر جنگ. حاجی
داره فشار میاره، همه کار میکنه چیکار کنه شهروندان ما و شما رو برای در جنگی خودش در اون طرف همچون چوب استفاده ببره. این حالتی است که من در برنامه قبل حرف رو زدم، ولی بازم تکرار میکنم که برادران عزیز و گرامی، ظلم و ستم بازم یادتون باشد ادامه خواهد کرد و بیشتر و بیشتر می شود. وضعیت به طرف خوب نمی آید. خداوند در قرآن هم برای مسلمانان بسیار واضح روشن گفته است. در اشتباه نکنم در سوره رعد است آیت 11 پروردگار میفرماید که خداوند حالت هیچ قومی را تغییر نمیدهد تا زمانی که اون قوم حالت خود را تغییر ندهند. اگر به زبان عربی اشتباه نکنم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی خداوند حالت هیچ قومی را تغییر نمیدهد تا زمانی که ایشان حالت خود را تغییر ندهند. وقتی که ما و شما تا زمانی که خود تلاش نکنیم منتظر تغییر وضع نباشیم. چرا ما انتظار باشیم که کسی برای ما میاد تغییر وضع میکند؟ هیچ انسان در زمین برای ما و شما نمیاد تغییر بکند، بیاید وضعیت ما را تغییر بدهد، بلکه ما تغییر کننده وضعیت خود باید باشیم. همین را میفهمید برادران عزیز و گرامی قدرم؟ الله متعال تقدیر ما را به دست خودمان داده است. میگوید که شما اگر میخواهید تغییر کنید پس تغییرات دست شماست. شما بیاید تغییر کنید که ما برای شما این تغییرات بدیم. میگه که من حالت شما را تغییر نمیدیم تا زمانی که خودتان حالتتان را تغییر غیر. خوب دقت کنید. بر اساس همین ما باید برای بهتر ساختن وضعیت خودمان، وضعیت سیاسی و وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی باید تلاش کنیم، کوشش کنیم تغییر به میان بیاریم. الله متعال برای ما این فرصت داده است، به دست خودمون گذاشته است. چرا ما تلاش نمی کنیم؟ چرا یعنی مبارزه نمیبریم برای این؟ بازم الله متعال برای ما برای رزق را پیدا کردن گفته است که برای کار کنه. در دوران خلیفت حضرت عمر رضی الله عنه در مسجد مردم رو نمیگذاشت بمانند، نماز میخوان، میگو برو از پی رزقت شو، منتظر نشو که رزق تو در داخل مسجد پیدا میشود. نماز رو خواندی، عبادت رو به خدا کردی، رزقت را پیدا کن. الله حال برای ما فرصت داده است، وقت داده است که بخیزیم بریم تلاش کنیم، تغییری وضع کنیم، جامعه ما تغییر بدیم، قوم تغییر بدیم، ملتمون را. حالت این فقط تغییر می‌یابد در صورتی که ما و شما تغییر پیدا کنیم. اولا از داخل خودمون تغییرات به میان بیاریم. مطمئن باشیم که ما امروز توانایی تغییر دهنده خود و جامعه خود هستیم. وقتی که تغییرات در داخل خود به میان آوردیم، فکراً خودمون ساختیم، آماده شدیم، بدانید که هر کسی که در اطراف تو هست اونم ذهناً و فکراً آهسته آهسته تغییر پیدا میکنه. وضعیت امروزی تاجیکستان رو یک بار ببینیم. روز در تلویزیون ها رقاصه، در کوچه های شهر دوشنبه و خوجند و دیگر مناطق دخته‌بازی، زنهای مردم از چشم چرانهای فسادکار رذیل روز ندارند. چشم چرانها در قد کوچه ها میستن، با ماشین های خود از کجای پول دزدی و حرامی و کثافتی را پیدا کردن. دخترای مردم را روز نمیدهند، نه دنبال زندگی و آرامش مردم هستند. چیکار میکنن؟ هر روز مردم رو به ذلت میبرن. ولی ما و شما اینجا ششتیم و میگیم که حالت تغییر میدیم، و وقتی که به تاجیکستان برمیگردیم میریم در ذلتی همین کثافتکاری و فسادکاری اینها داده میشیم و ما هم یک ماشین دیگر میخریم، بازم دخترای مردم ما تو با اذیت میکنه. ای برادر عزیز، یک مادری توست، خواهر تاجیکستانی خواهر توست، باید جامعه کرد. به این فسادی که امروز در جامعه هست ما منتظر تغییرات عمومی و کلی نباید باشیم. تغییرات کلی در صورت میآید که ما فکراً خود را بسازیم،
آماده باشیم که جامعه ما مثل که امروز فکری ما ساخته شده است اینجور ساخته شود. اگر ما این گونه آماده باشیم مطمئن باشید که آینده تاجیکستان ساخته می شود. من اینجا یک چیز دیگر به سمت شما میرسانم که من از هر جوان که به چنین اقدام دست زده است تشکر میکنم. چنین کثافت ها در داخل وطن ما باید جواب شوند. اگرچه این کار افراط است ولی باز هم من یک نوار را به سمت شما میرسانم. همین طوری که میبینید در این نوار در رادیو آزادی نشر شده است، میگوید که حمله به مفتی تاجیکستان در داخل تاجیکستان در مسجد، اگرچه این کاری درستی نیست، با چنین اشخاصی که به ملت دروغ میگویند، در رو در چشم ملت خاک میپوشند، با حرامخوری جامعه را فساد میکنند، چنین درس باید عبرت باشد. ملت تاجیک نباید برود در داخل در خارج کشور به کسی را زبان درازی کند، کسی را بکشد، به قتل کند. بیاید در داخل وطن خودش این گونه اشخاصی که پول و مال این ملت را میگیرند، به ذلت دروغی مردم را چکار میکنند؟ میبرند میرسانند، و دروغ و فریب پول مردم را میگیرند و حاکمیت را در چشم مردم برای بهتان و تهمت و دروغ سفید میکنند. باید چکار کنند؟ اینا را عذاب جزا بتیند. ببینید یک نفر با کارت به مفتی تاجیکستان حمله کرده است. هشدار یک نهاد روسیه درباره امتحانگیری مهاجران سپتامبر است. روز 11 سپتامبر در شهر دوشنبه به مفتی تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده ساعت 17:20 و بعد از ادای نماز عصر در مسجد مرکزی دوشنبه است. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی با تصدیق خبر گفت حمله‌ور از احتیاط اوباشی با اسباب‌های خلنده و برنده مفتی را زخمی کرده است. اطلاع آلترناتیو درباره انگیزه‌های حمله به عبدالقادرزاده فعلا دسترس نیست. مقامات گفتند احوال رئیس شورای علما خوب است. در خبرنامه وزارت کارهای داخلی آمده است فرد حمله‌ور بازداشت شده است، اما مقامات درباره او یگان معلومات ندادند و تنها گفتند در رابطه با این حادثه پرونده جنایتی آغاز شده است. عبدالقادرزاده سید مکرم در نتیجه اوباشی از طرف جنایتکار جراحت سبک جسمانی برداشته بعد تشخیص دکتران به جای زیستش گسلانیده شد، نوشته است وزارت کارهای داخلی. خود سید مکرم عبدالقادرزاده در صحبت کوتاه با رادیوی آزادی با صدای خسته گفت جای نگرانی نیست، سلامتی هم خوب است. اما رئیس شورای علما از این بیشتر صحبت نکرده گوشی را گذاشت. سید مکرم عبدالقادرزاده 61 سال داشته از سال 2010 رئیس شورای علمای مرکز اسلامی یگانه نهاد صادرکننده فتوا در تاجیکستان است. دوستان عزیز و هموطنان عزیز، همونطور که شما شنیدید نهاد فتوا دهنده‌ای برای مسلمانان تاجیکستان که خود حکومت یک بررسی گذاران و گفت که 99 از 10 چند درصدی مردم تاجیکستان مسلمان هستند، اگرچه بیشتری مردم میگفتند که 97 درصد، ولی خود حکومت تاجیکستان یک آمار رو نشر کرد که در اونجا نشان میدهد که مسلمانان تاجیکستان 99 از 10 چند درصد هستند. و مفتی تاجیکستان خود سید مکرم شخصی است که یگانه فتوا دهنده در تاجیکستان است. از دیدگاه دینی امروز فقط یگانه کسی که فتوا میدهد همین نفر است. همین انسان وقتی که به سر قدرت آمد و کی را در جا عوض کرد، برادر ایشان نورالدین جان تورجان زاده ها را، اسم تورجان زاده یادم نیست اسمش چی است، اون تغییر داد. شما پیش از آنه که تورجان زاده ها در مفتی تاجیکستان بودند میدونید تاجیکستان وضعیت دینی به حد خوبتر و بهتر بود. از زمانی که این نفر به سر قدرت اول کرد، مسجدهای جامعی که بزرگ بودند و طرفدار بیشتر داشتن آنها را بستن شروع کرد. مسجد خب دیگر حاجی میرزا، بعدن مسجد ایشان نورالدین جان بست که در مسجد ایشان نورالدین جان شما دیدید چی مشکلات و چی فتوا و چی دعواهای زیاده شد و بازم ایشان نورالدین جان رو به دادگاه کشیده و هزارها تهمت بهتان نسبت ایشان نورالدین جان زد. الله از ایشان نورالدین جان روزی باشد و ایشان یک مبارز واقعی هستند. ایشان واقعا
اومدن، اگرچه بعدا مسجدشون رو موفق شدن ببندن، ولی تو عین حالشون درگاه وقتای موعظه میکند، صحبت میکند، ولی اگرچه مسجد جامع ندارد. ولی به هر صورت این نفر ذلتش رو با 2 نفر گذاشت و علاوه بر این بعداً برگشت به کل سلفیایی که در تاجیکستان قرار داشتن اونها را برد زندان کرد و پشت پنجره و هزارها تهمت و بهتان زد. گفت من حنفی هستم و تاجیکستان حنفیت باشد. و بعد از سال 2015 الکی شروع کرد در مقابل همین حنفی ها بازم مبارزه بردن، تا اینه که اینا، یعنی این کار دست خود این نفر نیست، یعنی حاکمیت کار میکند، این فقط یک چوبی است که مثل که آتشش میزنی خاموشش میکنه، آتش شمعی است که تمام روزی که لازم نشد یشتش میزنن بیش میکنن. اینا استفاده بردن در مقابل بازم حنفی‌ها و ده ها حنفی مذهب و امامای حنفی مذهب بردن زندان کردن. و سال وقتی که دانلو حکمت‌الله تاجیک‌آبادی از دنیا گذشت و پیش از گذشتن از مسجد او را بسته بودند 2 ماه پیش و امنیت چندین شاگردای او را برد زندان کرد با فتوای همین نفر بود. و علاوه بر این شاگردان اون نفر که در روز جنازه‌اش برآمد کرده بودند و از شهر دوشنبه ملو خطیبان اونها را بردن زندان کردن و بعداً با 1000 تهمت و بهتان دیگر خب دیگه بردن نسبتشو پرونده باز کردن. ولی به هر صورت این نفر خیانت بزرگ به اهل علم و مسلمانان تاجیکستان انجام داده است و او روزم کدام فرزندی با شرف تاجیکستان نسبتش یک حمله کرد و لطوکوبش کرد، حالا با کارت بود هر چی که بود هم برای چون این نفر در آینده تاجیکستان در میدان آزادی و در میدان سامانی باید بسته شود و به تمام اشخاصی که از نام دین چون این ذلت را قبول میکنن باید درس عبرت داده شود که این ذلت آینده هر یک ملا عالم دانشمند درس عبرت شود که چون این وظیفه ننگوار رو که ذلت آوردن، دروغ آوردن، بهتان زدن به دین و به مسلمانان است به عهده نگیرد. اگر که مفتی تاجیکستان شد باید با شرفمندی، با جسارت هر چیزی که دین میگوید بر اساس نقاط دین فحش برآورد و پیش برود. خب دوستان و هموطنان عزیز و گرامی قدرم، الله همه ما و شما را حفظ کند. ما طول 1 ساعت و چند دقیقه میشه در بخش مستقیمیم و واقعا امروز در موضوع مهاجرت مهنتی صحبت کردیم و امیدوارم که از یکدیگر یک چیز آموخته باشیم و فکری یکدیگر را تغییر داده باشیم و بتوانیم در آینده تغییرات ایجاد کنیم در اطرافیان خود، در کسی که ما را میشنود. حالا این نیست که شما فقط از سیاست صحبت کنید، بلکه مبارزه فکری یک مبارزه ای است که او را با یک انسان صحبت میکنه از همون دیدی که خودت میفهمی، از دید دیگران نه. مثلا امروز در جامعه ما میگوین که ایشان نورالدین جان فلان فتوا داد، فلان نفر فلان فتوا داد. نه بزرگواری عزیز، این حرف درست نیست. باید انسان از فکر خودش مبارزه ببر. باید انسان مبارزه ببر حالت امروزی تاجیکی، حالت سیاسی، حالت فرهنگی، خب حالت دیگر حالتاش میبینی و با اون نفر میفهمونی برادر و دوست عزیز گرامی قدرم این حالت تر و تر میشود و باید ما و شما برای بهتر ساختن وضعیت خود اقدام‌های دیگری بگیریم و قدم‌های دیگری را بزنیم در جاده زندگی و اون چیز باعث میگردد که جامعه ما تغییر پیدا کند. وگرنه همین فسادکاری، همین ذلت ادامه خواهد پیدا کرد و ناموس ملت تاجیک از بین خواهد رفت. شما میبینید که امروز ملت تاجیک متاسفانه در فدراسیون روسیه و در دیگر کشورهای پس شوروی به حد پایان رفته است و هر کسی با کوتاه‌ترین فرصتی که پیدا کند نسبت تاجیک یک لطمه‌ای میزند، پسگویی میکند و حرفایی میزند که اونها توهین‌آمیز برای ملت تاجیک است. برای بهتر ساختن این وضعیت ما همه باید دست یکدیگر بتیم. از مخالف و موافق که برای آینده این ملت حرف میزند این حرفا را خودمون هم بزنیم به جامعه و برسانیم به نزدیکان و از این طریق جامعه خود را بسازیم. اگر نه آینده وضعیت ما بدتر می شود. همونطوری که دوستان ما برای شما اخبار و خبر رساندیم وضعیت مهاجران مهنتی تاجیکستان در فدراسیون روسیه بدتر شده است و در فرودگاه‌ها روزها مهاجران تاجیک که از تاجیکستان سفر میکنند به فدراسیون روسیه اجازه داده نمیشوند ورودشان و اونها مجبورن که دومین بار از همون جایی که سفر کردن به فدراسیون روسیه برگردانیده شوند. و علاوه بر این سفارت تاجیکستان در فدراسیون روسیه نیز یک معلوماتی نشر کرد و از شهروندان خواست که
به فدراسیون روسیه سفر نکنند و سفر خود به این کشور خودداری کنند. و ما هم از این منبر از همه هموطنان که چیزی که 10 سالها شد خواهش کرده ایستادیم، بازم خواهش میکنیم که هموطنان عزیز و بینندگان گرامی، دوستان، پدران، مادران و خواهران عزیز از سفر به فدراسیون روسیه خودداری کنند و این سفر این کشور را جای خود قرار ندهید، چون این کشور برای شما خطر جسمانی، خطر روحی و خطر مالی در پی دارد و اگر شما به این کشور مطمئن باشید که مال شما دزدیده می شود از جانب پلیس این کشور، خود شما، حیات شما در خطر خواهد بود که میتونن به جنگ فدراسیون روسیه ببرندتان و آبرو و شأن و شرف و ناموس شما بتواند زیر خطر قرار بگیرد که هر روز یک کس نسبت تو یک تحقیری میکند، حرفی بدی میزند و این چیزا برادران و عزیز و خواهران عزیز گرامی در آینده نسبت شما در نظر گرفته شده است و اگر شما به این کشور سفر کنید. برای همین از سفر به این کشور خودداری کنید. همونطوری که سالها میگوییم به وطن خود بر بگردید. در تاجیکستان حکومت رحمانوف مجبور بسازید که برای شما جای کار بسازد و اون شکمایی که 10 متری شدگی اون شکم را آب کنند و برای شما خدمت بکنند و هیچ خدمتی در آینده نسبت این ملت و این کشور انجام داده نمی شود. 10 سالهای دیگر اگر برایشون فرصت بدید، فقط همون پولهایی که دیدن شویتزاریا و فرانسه و دیگر کشورها بردن بازم میبرن میرسانن و ما و شما در ذلت قرار میگیریم و اونها به حیث و عشرت و دارایی خود زندگی را پیش میبرند. شما بدونید که برای یک پولدار فرقی نمیکنه چه ملت داشته باشد، او همون پولش دارد، روزی که از قدرت رفت همون پولی زندگیش در یک جای یک خانه و ساختمانی بلد میسازد، در بهترین حالت زندگی میکند و 4 تا دیگه کنیز و پیش خدمت میگیرد و زندگیش رو پیش میبرد. ولی من و تو که در چه حالت قرار میگیریم. همینطور که شما میبینید برادران عزیز و گرامی، در اینجا در همین باره‌ای که من گفتم آیت رو پیدا کردم در فیسبوک نشر در قصه های حیات و قرآن، در اینجا نوشته شده است: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. سوره رعد آیه 11. ترجمه: خداوند حالت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمیدهد و ایشان را از بدبختی و بیدادگری، خوشبختی و عدالت پروری، از ذلت و پستی به عزت و سربلندی، از غلامی و بردگی و نوکری به آزادگی و سروری و راهنمایی نمی نماید، مگر اینکه تا زمانی که خودشان احوالشان را تغییر ندهند. ببینید در اینجا خیلی واضح و روشن برای ما و شما ذکر است. ببینید دوامش رو میبینیم. هر انسان عاقل به این حکمت یقین دارد که تغییر از وضعیت نهایت نامطلوبی موجود به وضعیت مطلوب باید آرزو و تمناهای حاصل نمی شود، تمناها حاصل نمی شود، بلکه در این کار نیت خالص، اراده قوی، عزم راستین، برنامه درست، عملی پایدار و تلاشی خسته ناپذیر و روش حاکمی و استواری می باید. یعنی فهمید منظورم؟ برای بهتر ساختن وضعیت خود باید ما و شما اراده قوی داشته باشیم، توانمندی داشته باشیم، برنامه درست داشته باشیم. ما وقتی که میخوایم از ذلت ابرومندی بر بگردیم، باید شکی نیست که ما و شما باید برنامه درست داشته باشیم. برای برنامه را داشتن با اون اراده باید داشت که اراده اون برنامه را، عملی کردن اون برنامه را باید ما داشته باشیم. یعنی ما میتونیم برنامه را بکشیم ولی وقتی اراده اون عمل ما موجود نباشد شود. بر اساس همین ما و شما باید که این چیزا خوب دقت بدیم و اهمیت بدیم که ما میخوایم وقتی تغییری وضعیت بکنیم حتما باید این چیزها را در نظر بگیریم. دیگر باقی شما رو به خدا میسپارم. الله متعال همه شما را حفظ بفرماید. امیدوارم که برنامه بعدی ما و شما میتونیم در حضور یکدیگر قرار بگیریم و یکدیگر را کمک کنیم، فکر سازی کنیم و تبادل نظر بکنیم و ان شاءالله که به یکدیگر کمک برسانند. برنامه‌های ما را دستگیری کنید، لایک خود رو بگذارید، کامنتاری یا بنویسید تا برنامه‌های ما بیشتر بیننده پیدا کند و این کانال یگانه جای رسمی است که از این پس ما و شما برنامه مستقیم و یا غیر مستقیم خواهیم داشت. واقعا شما رو به خدا میسپارم. پروردگار همه شما را حفظ نماید. سلام علیکم.